ماهی رمضان آمد، ماهی رمضان آمد، گلها شکوفان آمد. بینگر به در مسجد جمعیت جان آمد. در رخساره مسلم توحید نظر جا شد. از نزدیک و هم از دور آوای اذان آمد. آراسته صفی بسیار چون دسته گل هر رنگ، و اندر نماز روزه هم پیر و جوان آمد. شکرانه شکری یار بر جانب حق گویم، حقا که محمد دین بر هر زبان آمد. پیوند دل و دیده ماهی رمضان باشد، شب خواب و بروز بیدار قدرت بجان آمد. راز و نیازی توبه در نزد خدا باشد، فرزانه همه مسلم با نور ایمان آمد. تبریک میکند عباد دوستان را سری هر راه، دیر بود ما را پزمان ماهی رمضان آمد. السلام علیکم دوستان اسلامی و کل مهاجران دور از وطن. همه تان را به فرارسی ماه شریف رمضان تبریک گفته، به همه تان اولا تندرستی، صحت، سلامتی، بخت و اقبال تمنا دارم. بیگذار صحت و سلامت، تنج و امان، با سری بلند، با چهره کشاد به پیش پدر و مادر و زن و فرزند و عائله و خویش و اقربا و قشلاق و دیهه و وطن مبارک خود برگردید. دعا میکنیم بازن که از کی خفی که بر سر مردم جهان آمده است، کروناویروس، این وبا گم و نابود شود و در چهره تمام خلق جهان لطف، احسان، تبسم و شادی پیدا گردد. آمین و رب العالمین.